بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینندگان عزیز و گرامی قدر، انشاءالله موضوع صحبت خود را امروز در اطراف حیات یکی از صحابگان کرام خواهیم پرداخت و این صحابه بزرگوار نامشان سعید ابن عامر است. مورخین، کسانی که تاریخ را نوشتند، در اطراف سعید ابن عامر یک جمله زیبا دارند که می فرمایند: سعید ابن عامر رجل اشترى الآخرة بالدنيا و آثر الله و رسوله على سواهما. چنین است این جمله که فرمودند سعید ابن عامر نفر است که آخرت خود را به دنیا خریده است، یعنی در عوض آخرت دنیای خود را به عوض گذاشته است و از مال دنیا، از متاع دنیا خودداری کرده و به خاطر الله و به خاطر دین خداوند و خاطر پیامبر از بحر عیش دنیا گذشته. این جمله است که مورخ ها در اطراف سعید ابن عامر می فرمایند. و یک سیر داشته باشیم در اطراف مکه مکرمه و به زیارت این صحابه بزرگوار رفته باشیم و چند مدت با او نشسته باشیم که از حیات خود و از سبب مسلمان شدن خود قصه می کند. متاسفانه امروز اکثر وقتهای ما در اطراف تماشای یک فیلم های است، یک چیزهای است که انسان را از یاد خداوند دور می سازد. ضرور است که امروزها ما یک سیر، یک مهمانی در خاندان اصحاب پیامبر داشته باشیم تا از محبت آنها، تا از خدمت آنها در دین خدا بهره‌ور شویم. عبدالله ابن مبارک وقتی نماز در مسجد می گذاشت و در حال برمیگشت به خانه خود و مردمی که در مسجد در یک کنار مسجد می نشستند از او خواستند که چند مدت با آنها نشسته صحبت کرده باشد. یک جواب زیبایی دادند که من خانه می روم و با صحابگان کرام صحبت می کنم، از صحبت آنها استفاده می کنم و صحبت آنها از صحبت شما دیده بهتر است. یعنی وقتی خانه می رفتند عبدالله ابن مبارک از حیات صحابه و از آن خدمتی که صحابگان کرده بودند می خواندند. وقتی از کتاب از حیات صحابه خوانده می شود، یعنی در اون لحظه همچنان است که زندگی با آنهاست، از آنها بهره‌ور شدن است و بهترین صحبت کسانی است که در مکتب پیامبر گرامی اسلام تربیت دیدند. و این صحابه کرام در زیارتش چنین قصه میکند از حیات خودش که چگونه مسلمان شده بود و میگوید که من خردسال بودم، حالا که به سن بلوغ نرسیده بودم. در مکه مکرمه یک اسیر را، یک نفر را از اصحاب پیامبر گرامی اسلام بازداشت کرده بودند که نام آن خبیب ابن عدی می باشد. این صحابه کرام را بازداشته بودند و بعد از جنگ بدر بود که در آن جنگ مشرکین مکه شکست خورده بودند و خیلی میخواستند از پیامبر گرامی اسلام انتقام گرفته باشند. همین را در خبیب دیدند، این را بازداشت کردند و تمام مردم اهل مکه در یک مکانی که نامش تنعیم بود آنجا جمع آمدند تا اینکه همین صحابه بزرگوار خبیب را به شهادت برسانند، به قتل برسانند و هزارها نفر در این مسرح، در این قتلگاه جمع آمده بودند تا این نفر با یک شکنجه و با یک سختی به قتل رسانده باشند. در اطراف همین مردمی که گروه می رفتند و کتفهای خود را در یکدیگر زنانده، یعنی از جمع زیاد بودنشان به همین مسرحگاه، به همین قتلگاه می رفتند. در بین این مردم همین صحابه بزرگوار که از حیاتش می خوانیم، صحبت داریم، وجود داشت که با آنها به همین
قتلگاه رفته بود و از همون طرزی که این صحابه بزرگوار خبیب را به قتل رسانیدن به چشمهای خود مشاهده میکرد و همین قصه را خودش میکند که وقتی که این صحابه را به اونجا بردن و در یک جای اون را بسته بودن تا اینکه به قتل رسانده باشند و به یک آرامی این صحابه کرام از همون مشرک های مکه که در صف اونها ابو سفیان و امیه ابن خلف هم بود پرسان شد که اگر شما اجازه داده باشید من 2 رکعت نماز گذاشته باشم و برای این صحابه کرام خبیب اجازه داده شد و این عامر میفرماید که این صحابه کرام 2 رکعت نماز خواندند، چه یک نماز زیبایی را خواندند، یک نمازی که خیلی طولانی بود و بعد از این که از نماز فارغ شدند به سوی همون بزرگهای مکه برگشتند و گفتند که شما فکر نکنید که من از ترس مرگ این نماز را طولانی خواندم، بلکه این برای رضای خدا بود تا نزد خداوند به ایمان و به اخلاص رفته باشم. و عامر میگوید که این لحظه را من مشاهده میکردم و در من خیلی تأثیر بخش بود و بعد از این که نماز را گذاشت اون را شروع کردن به شکنجه کردن، حتی چنان یک شکنجه، یک عذاب سختی که یک عضوهایش را از بدنش جدا میکردن، بعضی عضوهای بدن اون از جسمش جدا میکردن تا این حالت، تا این سختی او را به یک حالت رسانیده بودند. در همین حالتی که بسیار حال خبیب در حال وزنین بود، یک سؤال از او پرسان کردند که یا خبیب اتحب ان یکون محمد مکانک و انت ناج؟ از او پرسان شدند که آیا دوست می‌داری که در جای تو، در مکان تو محمد باشد صلی الله علیه و سلم و تو در خانه خود نجات یافته باشی؟ اما ببینید که این صحابه کرام که جان خود برای پیامبر صلی الله علیه و سلم، برای دین خدا دریغ نمی داشتند، یک جواب برای مشرکین مکه گردانیدند که اگر به آب طلا هم نریشته شود کم است. یک جواب بسیار پرمحتوا، فیقول و الدماء تنزف منه. پس جواب دادن، خبیب جواب داد در حالی که خون از بدنش جاری می شد، از بدنش خون بیرون می شد. یک جوابی بسیار هم پرمحتوا دادن. جوابشان چنین بود که والله لا احب ان اكون آمنا وادعا في اهلی و ولدی و ان محمدا یؤخذ بشوکه. جواب چنین بود که والله من عوض نمی کنم این که من در خانه باشم، با اهل و عائله خود باشم، در امن و ثبات باشم، نه تنها این که پیامبر گرامی اسلام در مکان من باشد، در جای من، در حالت من باشد، بلکه همین مرگ خود را به یک خاری که در پای پیامبر گرامی اسلام میخلد من عوض نمی کنم. دوستان عزیز، این یک جمله هست که بسیار هم جمله در حالت سختی است. حتی ساعتی که از بدنش خون می رود و می داند که مرگ در روپرویش هست، اما هیچگاه نمی خواهد که به پیامبر گرامی اسلام کدام حتی یک خار در پای پیامبر گرامی اسلام خلیده باشد. و به همین حالت سختی خبیب را به شهادت رسانیدند و بعد که این سخن را گفت تمام زنها و کودکهای در اونجا بوده میگه چنین فریاد کردند که کشته شود و از دست این ضربهای زیاد که به نهایت خیلی زیاد شمشیر زده شد، ضربهای شمشیر و تیر کمان خیلی زیاد برای خبیب در جسم خبیب زده شد که حتی حساب کرده نمی شد. و در این ساعت خبیب یک دعا کردند که اللهم احصیهم عددا واقتلوهم بددا ولا تغادر منهم احدا. دعا کردند که خداوند از این قوم، از این مردم، از یک و یکش خداوند انتقام این ساعت را گرفته باشد. همین لحظه بود که در حیات سعید ابن عامر یک واقعیتی را بیان کرد، در حیاتش تأثیری را ساخت که بعد چند مدت از همین حالت حضرت سعید ایمان آوردند و انشاءالله
در موضوعهای بعدی یک برنامه که یک صحبت، یک حالتی را که بین حضرت سعید ابن عامر و بین حضرت عمر رضی الله عنه گذشته است صحبت خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.